وای میشوفی. ببخشید ایشون مرجان خانوم عروس گلتون. مرجان عروس من. مادر چرا اینجوری شد؟ آروم باش مادر جون، آروم باش. حتما مرجان جونو دیدین اینجوری شدی. من اگه میدونستم اینقدر دلتون برام تنگ شده زودتر از اینا اومده بودم دیدنتون. بفرمایید. بده من ببینم. داشتم هم میزن. این آبقند نباید بپاشی رو صورتش، شو باید بدی بخورم. فکر کردم آبه. وای مرجان جون، بده من. تو چرا این شکلی شدی؟ وای من که طوریم نشده، شما اظهار رفته. عمو جون شما که میگفتی زمین گیر شده. بابا جنان نشده بود، حالا یه شده است. بله. مرجان جون تو چرا خودتو اینجوری کردی؟ تو که شدی 2 برابر من. مادر جون 2 برابر که نه، هم وزن شدی. دوباره که نیشه دوا کردی؟